همیشه قبل از اینکه بریم بازارگل محلتی یه سرچ بکنین توی پینترست یا هر جایی که میخواین، ببینین چه گلی اصلا میخواین بخرین، چه دیزاینی مد نظرتونه. چون وقتی بریم بازارگل محلتی گیج میشیم و همیشه یه چند تا آپشن هم داشته باشیم، ممکنه این گلی که شما میخواین نداشته باشه. و نکته مهم دیگه اینه که زود برید. الان من ساعت 6:30 راه افتادم و اینکه خب بازارگل از ساعت 4:30 صبح باز میکنه و تا ساعت 4 ظهر هم بیشتر نیست. The golden vase. What is she? Oh, so cute. خب دیگه ممنونیتم شد. نه این اون نیست، دراز آبشاریه، شبیشه ولی اینم و داینا. Oh my god! توی بازارگل محلتی به جز گله شاخه‌ای یه عالمه گله گلدونی، گله آپارتمانی و انواع گله‌ای که مثلا میتونید توی خاک نگه دارین هم میتونید پیدا بکنید و اینکه قیمتش واقعا نسبت به جای دیگه پایین تره. خب اینجا گل اصلی که میخواستیم رو پیدا کردیم. خودم این که مخفی شدم گلش قشنگه. This is how we do it. This is how we do it. اینجا دیگه الان گلا رو گوشیم تو ماشین، کولرم روشن کردیم که گلا خراب نشه. یه نکته مهم، اومدین خونه گلا رو بشورید، ساقاشون رو کوتاه بکنید، آب سردم بهشون بگیرید، اینجوری بیشتر میمونه. اینم از نتیجه نهایی. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی، بای بای. یه تشکر ویژه از فاطمه برای حضور و همکاری توی این ولاگ.